جوانای حاضران را من نگاه میکنم اگر در دهها باشن در دوشنبه باشن بالای ولسپیدا در اگه دادرکای عزیزم میگم دا بالای ولسپیدا در چی گوش میکنن آجی همه ماده در رپ های خیلی نمیشود دادرکای عزیز بعدش دارم جدا استادا بدن فلک میخوندن فلکی داشته میخوندن حاج اگه دادرمون ماده در کدیان رپ ها سر میکنن اکو зачем ты так гуцудес que зачетка без проблем от 33 корабля дорогая вот короткая дой мы просто ошибка природа да тупагу беки бичогу бика бела гупа бела тупа توبا تو سه ساعته با هفته نیم ساعت هم رپ میخونم با تاجیکیش میگم رفتم گفتم نبودای گفت اگر برام میرم آباد نرفته که نیومد مثلا گنده بدیدن کوربورون زیتش دبر رفت اون کنیم میپسا سچو گرزه تلک داد کارو کدی جو که کلانس خط سبد دادم نکن خیلی نمیشوا ای استاد عبرت بگیره اینا ما استاد عبرت بگیرم یا فلکی داشتی میخونم نام فلکی من نرکشی ماده پرمرای در فصلی بهار جیره به پوش میگرده اینولونا اگه ما فنگرام بسیار بخورم جوی خوندم خیلی میکنه ای مادر به حوض که بچه من توی کنمه در روزی توی بچم تولد کنه خیلی شاعرهای حاضر زمان با هم خیلی می نویسم که شاعرهای حاضر زمان دا ای سگه راست سیز که داده که با من آشنا گردد نفهمیدم که سگ سسیز که نخره قلبت سخر میگردد داده جور سیتامه اکم جدا بلبلا بی صورت سرمه ایزاق و چی در کنه قخخ کنم بازم من بار دیگر خرساندی بالای خرساندی اکه جوانای عزیز اکه در برای شما گپ زده ایستادیم البته ایدی جوان است فقط برای جوانا گپ بزنیم سالهای پیش پدرامون مادرامون عاشقی میکردن در عاشقی و یا صدقه کسی که 80 بالای عاشقی رو میدونه 80 پایان عاشقی نول سالهای پیش پدرها استادا یاد بگیرین عاشقی را جوانای عزیز سالهای پیش عاشقی میکردن میگفتن اول رفتی نظر به چشمانش کن اول رفتی نظر به چشمانش کن دویم به لبو سیم به دندانش کن چهارم بنگر خال دارد یا نه پنجم بنشی جانک تا قربانش کن یک بود زمان گذشته پاتسانای حاضر که عاشقم اول رفتی نظر به تلفنش کن که آیفون ها که حیوان اول رفتی نظر به تلفنش کن دویم به شاتو سیم به سپیچک گردنش کن چهارم بنگر خونه ماشین مسکو میرم میایم انا با پنجم بنشین دروغوی رسم کنه که لبشه بشین کنم خیلی عاشقی نمیشه و جوانای عزیز دعا میکنیم ای تایی دل همیشه عاشق باشیم شب بچه برای خودم بگم همیشه باش عاشق باش در زندگی همه وقت عاشق باشی خوبه این من خودم بچه که عاشقم همیشه بری عاشقا گپ بزنم دیوانه بدای من هوشیارت گفتم دیوانه بدای من هوشیارت گفتم 99 بدای من هزارت گفتم هر آنچه گفتم کاکات که سفید پوشیده به ازارت گفتم اگه هرچی را جوانا موده میکنم به همه دی موده اینا رو موندیم خیلی نمیشه ایده موده نمیریم همه وقت ما مردم تاجیک مردم تاجدار البته دعا میکنیم که تاجیکستان ما با مثل بهاران هم خیلی سرسبز و زیبا باشد همیشه در لبان مادران خنده هویدا باشد همون وقت در لبان مادران ما خنده هویدا میشه که جیبکای مردکای تاجیک پری دلار باشه همین جیبکای بچه‌ها در جیبکای مردکا همیشه دلار باشه همیشه در لبان مادران ما خنده هویدا باشه مادرای عزیز همیشه باشن در بالای